همین لحظه ما وارد دانشکده اداره و پلیسی آمد شدیم. برای ما نهادهای امنیتی اجازه دادن تا داخل بیاییم و این رویداد مرگبار امروز به تصویر بکشید. قسمی که شما در تصویر میبینید این داخل دانشکده اداره و پلیسی آمد است. این یکی از صنف هایی بوده که عملا هراس افغانا اینجا پناه گرفته بودن و از طرف نیروهای امنیتی چون ساحه خیلی پیچیده بود امکانش نبود که عملیات به گونه درست انجام شود. به او اساس نیروهای امنیتی ناگزیر شدن که سقف بشکافن و از اوجه نیروها را داخل صنف بسازن تا گیرماندار را نجات بدن و در اینجا چند مهاجمی که گیر هم مانده بود اونا را از پا در آوردن. قسمی که شما در تصویر میبینید همه موارد اینجا به هم خورده. این هم صنف دیگر است که در اینجا مهاجمین داخل شده بودن. بر بنیاد آمارهای رسمی که از نهادهای امنیتی بر ما رسیده 21 تن جان باخته در رویداد و 22 تن دیگه زخم برداشتن. این کتابخانه است که در اینجا برنامه ستاژ قضایی بود. در اینجا هم مهاجمین گفته میشه که وارد شده بود و تمامی داشته های این کتابخانه را با آتش کشیدن. در اینجا هم تلفات بجا مانده بود. همین لحظه شهرداری کابل کوشش میکنه که بقایای این رویداد که تخریب از این ساختمان به شیشه هایی بود اینا را پاکسازی میکنن. این دانشکده اداره و پلیسی آمه است که امروز گواه حمله های مرگبار هراس افغانا بود. این یکی از صنفایی بود که بیشترین قربانی ها گفته میشه در این صنف بود و اکثریت کسایی که جان باخته بودن در همین صنف جان باخته بودن. این هم اثرات گلوله است که مهاجم زمانی که وارد صنف شده بر معسلین گلوله باری کردن. قطرات خون است که
شاید از محصلین باشه. به این شکل در روی تخته هم موارد نوشته شده. این در حال حاضر از طرف شهرداری کابل پاکسازی شده و هنوز هم بوی خون در اینجا پابرجاست. بیشترین دانشجو در امی صنف پناه گرفته بود. این هم سقف است که پس از حادثه به اصطلاح اکثریت هنوز هم قطرات خون در اینجا پابرجا است، در سقف وجود داره. شاید به تصویر مشاهده بکنید هنوز هم خون، اشک و قطرات خونی که بچه تو سقف فریده خشک نشده. دیجا یک برنامه ستاج حقوقی هم بوده که بیشتر دانشجویای رشته حقوق این هم اثرات از گلوله است که در جریان عملیات تصفیه‌ای از طرف نیروهای امنیتی شلیک شده. بقایای گلوله ها ثابت می سازد که عملا وضعیت دیگه بسیار تکان دهنده بوده. این هم یکی از صنف‌های دیگر است که دیگه هم دانشجویا حضور داشتن و اکثریت گیر مانده بودن. کفشی که از محصلین مونده بوده زمانی که حادثه رخ میده و مهاجمین وارد این ساختمان میشن و درگیری میپردازن. بیشتر دانشجویا از مسیر کلکین ها خود به بیرون میکشنن و بیشترشون از این مسیر نجات پیدا میکنن. قلمه که به خاطر روزهای شیرین زده میشد حالا به صاحب مونده دیجه سخت تکان دهنده است. کارکنای شهرداری کابل در حال حاضر مصروف پاککاری تعمیر هستند. از چند بجه کوکو شما اینجا کار میکنه؟ از چند بجه اینجا کار میکنه؟ از چند وقتی که شما اینجا داخل شدین چی دیده؟ چقدر وضعیت تکان دهنده بود؟ این خرابی ها و یا رکی دیده؟ خرابی زیاد بود؟ خرابی زیاد بود. این اتاق کنفرانس بوده و دیجا بیشتر امروز یک محفل هم بود.
هنوز هم بوی سوختگی و بوی خون در این محل وجود داره و امروز دانشگاه کابل امشب به حد ترسناک معلوم میشه که هیچ اثر از تحصیل و تعلیم در اینجا دیده نمیشه. به این حد سوگوار است دانشگاه. مردم سخت تکان دیدن، خانواده دانشجویا، کسایی که گیر مانده بودن. رویداده که همه را به سوگ نشاند، همه را به ماتم کشید. ده ها جوان در این حادثه قربانی شد و بیشتر شهروندا ماتم زده شدند. دانشجویایی که اکثریتشون آرمان‌های زیادی داشتن همه را به گور بردن. تمام کتاب و مواد درسی اینجا باقی است که همه خاکستر گشته. هنوز هم دود از این خاکسترها ادامه داره. دانشگاه کابل امروز سخت سوگوار است. بزرگترین ماتم امروز تحمل کرده این دانشگاه. ده ها دانشجویش به خاک خون کشیده شدند و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. حکومت افغانستان به خاطر ارزگذاری به قربانی ها امروز فردا را ماتم ملی اعلام کرده و این رویداد به حد تکان دهنده بوده که همه محصلینی که از این دانشگاه پس از حادثه بیرون شدن روایت میکنن که فوق‌العاده تکان دهنده و خطرناک بوده است.